بچه‌ها راز جوون شدن خانوما رو استاد ابوالقاسم حالت پیدا کردن. بیاین بهتون بگم. ببینم کی میتونه اینو حفظ کنه. شنیدم که یکی مرد دهاتی هوس دیدن تهران سرش افتاد و پس از مدت بسیار مدیدی و تقلای شدیدی به کف آورد زر و سیمی و رو کرد به تهران. خوش و خندان و غزلخوان ز سر شوق و شعف گرم تماشای امارات شد و کرد به هر کوی گذرها و به هر سوی نظرها و به تحسین و تعجب نگران گشته به هر کوچه و بازار و خیابان و دکان. در خیابان به بنایی که بسی مرتفع و عالی و زیبا و نکو بود و مجلل نظر افکند و شد از دیدن او خرم و خرسند و بزد یک دو سه لبخند و جلو آمد و مشغول تماشا شد و یک مرتبه افتاد دو چشمش به آسانسور. ولی البته نبود آدم دل ساده که آن چیست، برای چه شده ساخته یا بهر چه کار است. فقط کرد به سویش نظر و چشم بدان دوخت زمانی. ناگهان دید زنی پیر جلو آمد و آورد بر آن دکمه پهلوی آسانسور به سرانگشت فشاری و به یک بار چراغی بدرخشید و دری وا شد و پیدا شد از آن پشت اتاقی و زن پیر و زبون داخل آن گشت و درش نیز فرو بست. دهاتی که همانطور به آن صحنه جالب نگران بود زنو دید دگرباره همان در به همان جای ز هم وا شد و این مرتبه یک خانم زیبا و پری چهره برون آمد از آن. مردک بیچاره به یک باره دچار تعجب شد و حیرت، چو به رخسار زن تازه جوان خیره شد و دید که در چهرهش از پیری و زشتی ابدا نیستشانی. پیش خود گفت که ما در ده خود این همه افسانه و جادوگری و سحر شنیدیم ولی هیچ ندیدیم به چشم خودمان همچون فسونکاری و جادو که در این شهر نمایند و بدین سان به سهولت سر یک رو زنی پیر مبدل به زن تازه جوانی شود. افسوس که از این پیش نبودم من درویش از این کار خبردار که آرم زن فرتوت و سیه چرده خود نیز به همراه در اینجا که شود باز جوان آن زن بیچاره و من هم سر پیری برم از دیدن او لذت و با او به ده خویش تو برگردم و زین واقعی یابند خبر اهل ده ما همه ده را بگذارند که در شهر بیارند زن خویش شدانند. به شهر هست اتاقی که درونش رود پیرزنی زشت برون آید از آن خانم زیبای جوانی.